با برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شعله گلخوجه هستم که از استودیوی مرکزی شما را همراهی میکنم. امروز 16 دکبر این موضوع ها را داره. بازداشت بود یا کارهای فهماندهی. یک ساکن دوشنبه ادعا دارد که برای داشتن سطر از سوی کارمندان ملیسا تحقیر و اذیت شده است. سریع سودای بانک ملی تاجیکستان میگوید مشکل انتقال پولی حل شد. مهاجران باشد از بی پولی شعر میخوانند. ای خدای مهربان، زلطای کران را برگردان. عربه بی پولی یک ساکن شغنان دلها را تسخیر کرد و چی گونه سخاوتمندی عربکش در بازار خاروق او را معروف نمود و برایش مبلغ خیر کردند. من انتظار نبودم، لیکن از او رحمت و بچه‌ای که خیلی اما شروع میکنم از خبر دیگر. دادگاه شهر دوشنبه حکم 4 ملیسای متهم به شکنجه بازداشت شده ها را اعلان کرد. فرهاد نورخانов معاون پیشین سردار شعبه گفتگو جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه به 17 سال زندان محکوم گردید. عوض سبزاyev و ایرانیدین اهلیدین 9 سالی و امید وهابوف 7 سال خود را در محبس میگذرانند. محاکمه این افراد از ماه اوگوست به این طرف ادامه داشت. نزدیکان محکوم شده ها پس از اعلان حکم از آن ناراضگی نموده و گفتند که به زینه‌های بالایی شکایت میبرند. ما شکایتی کاساتسیونی منظور سودی بالایی پیشنهاد میکنیم. برای چی که با سبب‌های نامعلوم سود وجهی که در تجهیزات پیشکی گذاشته بود به نوبت نگرفته در حکمش قید نکرد. نوبت از آن که 8 کاره سود شدگی محکوم شده سفر و رستم 8 کاره سود که عریضه بود که از محکمه که دعوا ندارد نسبت زیر حمایت من این حالت هم به نوبت گرفته نشده است. اینطور مامور پلیس در ماه فوریه سال جاری در پی شکایت حمزه صالح یک ساکن دوشنبه بازداشت شدند. اتهام اساسی نسبت به آنها به استثنای امید وهابوف استفاده از شکنجه میباشد. به گفته وکیلان دفاع به جز این ماموران ملیسا به برآمدن از حد وکالت خدمتی و گرفتن پوره گناهکار شدند. برخی از ماموران بازداشت شده ملیسا در دادگاه اتهام گرفتن پوره را تصدیق کرده ولی شکنجه را رد نمودند. بانک ملی تاجیکستان باور میکنند که اکنون ارسال پول به تاجیکستان دشوار نخواهد بود زیرا مشکلات فنی حل خود را پیدا کرده است. اما مهاجران کاری تاجیک از خارج میگویند ارسال پول به تاجیکستان همانا دشوار و گاه ناممکن است. در شبکه‌های اجتماعی گروه‌های تشبسکار با نوشتن یک مراجعه‌نامه از رئیس جمهوری کشور دعوت کردند نظام قبلی انتقال پول به کشور دوباره برقرار شود. همکارم عبدالله اشورов با آموزش این موضوع مشغول بود. عبدالله سلام. خوب با گذشت 2 هفته از تغییرات در مسیر ارسال پول به تاجیکستان آیا مقامات بانک ملی که این اقدام را روی دست گرفتند درباره آن توضیح میدهند؟ سلام شهلا. از هفته گذشته ما تلاش داشتیم تا از بانک ملی درباره مشکلات مهاجران در ارسال پول به تاجیکستان بپرسیم. صبح امروز یکی از مسئولان بلندپایه بانک ملی که نخواست برده شود گفت با آغاز کار مرکز پروسسینگی و یا بنگاه یگانه انتقال پول به تاجیکستان چند مشکلات فنی و یا تکنیکی وجود داشت که تا کنون مسئولان مشغول حل آن بودند. عین زمان با تاکید این مسئول بانک این مشکلات حل شدند و از این به بعد انتقال پول حداقل توسط 2 شبکه کانتاکت و یونستریم به گفته او مشکل نخواهد داشت. هم صحبت ما گفت بانک ملی پس از 2 سال آمادگی نهایت این اصلاحات را جاری کرد و در روزهای اول پیش آمدن مشکلات به گفته او ناگزیر است اما با گذشت مدت برطرف خواهد شد. به قول این منصبدار بانک ملی هر ساعت روند انتقال پول به کشور نظارت می شود و همچنین بانک ملی هر روز به حکومت کشور و از جمله شخصا پرزیدنت در این باره گزارش می‌دهد. اما عبدالله شکایت مهاجران هنوز باقی است و میگویند مثل پیشین نمیتوانند به وطن پول فرستند. بله شهلا، شکایت ها باقی است و مشکلی بسیاری ها به آن مربوط است که شبکه زلطه کرانا هنوز به بنگاه یگانه انتقال پول به تاجیکستان نپیوسته است. اکثر مهاجران کاری تاجیک عادت کرده بودند توسط این شبکه به تاجیکستان پول فرستند چون نقطه های قبول کرانا در روسیه خیلی زیاد است و از تلفن موبیلشان به این شبکه پول میفرستاندند. این است که مهاجران از خدا حتی التجا دارند کار این شبکه در تاجیکستان دوباره برقرار شود. ای خدای مهربان، خرسند کن جانی مرا، یک بهشتی نازنین کن تاجیکستانی مرا.
ای خدای مهربان زلطای کران را برگردان زلطای کران را برگردان. هنوز معلوم نیست در آینده نزدیک زلطه کرونا با بنگاه یگانه پولفرستی به تاجیکستان میپیوندد یا نه. عین زمان بانک ملی از شهروندان تقاضا دارد به این شبکه پول نفرستند و تنها از یونستریم کانتاکت استفاده کنند و یا توسط کارت‌های سپربانک روسیه مستقیم به کارت‌های چندی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان پول ارسال کنند. تشکر عبدالله. ضمناً بانک ملی میگوید در صورتی که اگر ساکنان در فرستادن و یا گرفتن مبلغ انتقالی با مشکل روبرو شوند فوراً به اداره حمایت حقوق‌های استعمال کنندگان خدمت رسانی‌های مالیوی بانک ملی تاجیکستان مراجعت نمایند. داشتن سطر یا لباس اسلامی یک جوانزن توجیک را تا به اداره پلیس برد. این ساکن شهر دوشنبه میگوید در یک عملیات مقامات ضد روسری افتاد و در اداره پلیس تهدید و تحقیر شد. نیلوفر رجب و ادعا دارد که بازداشت و بازپرسی و فشار 10 ساعته در اداره پلیس بیماری او را شدید کرد. اما مقامات انتظامی این ادعا را رد میکنند. мара 2 нафар кашола карда ба подвал бурдан ҳамчун хар барин ма аллакай подшоҳом аз кор мондак мара ларзаам гирифт ростиши хали гуфта 15 суткатра маҳкам мекунем ти хоин телефономаи дастам зада гирифтан ма гуфтам ба кадом асос дар куҷои қонун омадагие ки шумо бо зан ихали рафтор кунед. نیلوفر رجبова ادعا دارد که در یک عملیات یا ریدی مقامات علیه سطر بازداشت و در اداره پلیس تحقیر و اذیت شده است. نیلوفر دختری رحمت الله رجب یک عضو زندانی حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. او میگوید بعد بازداشت و بازپرسی و فشار 10 ساعته پلیس بیماریش خروج کرد و راهرویش مشکل شد. من گفتم با کدام اساس در کجای قانون آمدگی که شما با زن خیلی رفتار کنید که گفتن تو زن نیستی تو خدا زده ای تو اخواگری گرفتم میگه چی پلا نزده ای را دروغه کرده سپیکتاکل کرده ستی گرفتم مرا بردم با پدوال. ادعای این زن از بازداشت و بازپرسی برای سطر در حال است که کارمندان امور داخلی ناحیه سینای 2 پایتخت در صحبت با رادیو آزادی تحقیر و دشنام شدن او و عموما ساکنان را از سوی کارمندان این نهاد رد کردند. نیلوفر را کارمندان پلیس و کمیته کار با زنان همراه با 4 زن دیگر در یک مسافربر برای داشتن روسری و فهماندهی به اداره پلیس ناحیه سینا بردند. در آمدیم تقریبا 15-20 زنها و دخترها بودن. بعد با ما گفتن که زنکای خوشرو خطونه چی دی خیلی پیچوندین نفساتون نمیگیره ای چی هفتین لباساتونه اینجا شما در نه افغانستانه نه ایران بروین گم شوین افغانستان یا ایران بعد خیلی لباساتون پوشین ویدی شهر ما را ویران کردین گفته ما اچاد میسپریم که چند نفر کشیدیم سطراشونه با هم رسید با من ندادن گفتن که تمام شد. برخورد پلیس با نیلوفر زمان تغییر یافته است که نام و نسبش را گفت و خواست معلوماتنامه پیشنهاد کرده پلیس را عکس بگیرد. بعد تهدیدهای زیاد به گفته نیلوفر مادرش را دعوت کرده و او را جواب دادند. ما گفتم خواهی شما را اگر مثال مادر وای داشته باشین سستانی ما را بدانین که ما چخیل شدم ما با آوازی بلند گفتم کی زد خدا زده گفتم کسی زدی گفتم دستکات چی کنه که بعد این دختری ما نشان داد همورا نشان داد او گفت که من نزدم ما گفتم تو زده باشی الهی نکم دستکات چی کنه گفتم آوازم محکم شد. مقامات تاجیکستان همیشه وجود همگونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن سطر را رد میکنند. در کشور برای مقابله با افراطی شوی جامعه طرز پوشش مذهبی یا به گفته مقامات لباسهای بیگانه را تحت نظارت گرفتند. رو میاریم با موضوعهای دیگر. آخر هفته گذشته نشر یک سلسله عکس‌های مجرمین لطوف شده توجیک و قرغیز از سوی کارمندان عمان در خباروفسک روسیه جامعه دو کشور را تکان داد. هنوز معلوم نیست با کدام سبب نیروهای تعینات مخصوص ده‌ها راننده مسافربر را برای چند ساعت بازداشت و بی‌رحمانه اذیت کردند. برخی از مجرمین لط خورده به بیمارستان افتادند. حالا نمایندگی‌های تاجیکستان و قرغیزستان به تحقیق این قضیه پرداختند. مولا رجب یوسفی تفصیلات می‌دهد.
حادثه بازداشت و لطوکوب مهاجران در شهر خباروفسک روز 12 دکبر رخ داده است. مهاجران که اساساً رانندگان از قرقیزستان و تاجیکستان هستند میگویند کارمندان ویژه یا امان شهر خباروفسک آنها را بازداشت کرده ساعتها آنها را لطوکوب کردند. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید در میان مهاجران بازداشت شده 10 نفر از تاجیکان نیز هستند که 1 نفر آنها لطوکوب شده است، در حالی که مهاجران میگویند تعداد شهروندان بازداشت شده تاجیکستان زیادتر است. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند از 10 نفر از تاجیکانی که در جریان رید پلیس خباروفسک روز 12 دکبر بازداشت شدند 8 نفر آنها با سبب داشتن شهروندی روسیه و هم درست بودن سندهایشان زود آزاد شده، 2 نفر دیگر در بازداشت می باشند. با گفته مسئولین سفارت دلر ایسایف و ریزا سفروف به نقض قانونگذاری بودوباش روسیه متهم می شوند و علیه قرار دادگاه برای اخراج دلر ایسایف صادر شده و قرار دادگاه در نظر است که نسبت ریزا سفروف نیز ساعت‌های نزدیک معین شود. قرار دادگاه درباره اخراج دلر ایسایف در حال صادر می شود که با گفته مسئولین سفارت تاجیکستان او یگانه مهاجر تاجیک می باشد که در جریان رید پلیس خباروفسک مورد لطوکوب کارمندان پلیس شهر خباروفسک قرار گرفته است و فعلا معلوم نیست که در حالت اخراج شدن دلر ایسایف تحقیق شکایتی او از شکنجه شدنش چگونه صورت میگیرد. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند در حالت ثابت شدن آنکه این شهروند تاجیکستان مورد لطوکوب قرار گرفته است حتما به جانب روسیه نوت ارسال خواهند کرد. سالانه از تاجیکستان به روسیه زیاده از 1 میلیون نفر برای دریافت رزق روزی سفر میکنند و حادثه های بازداشت و بدرفتاری کارمندان پلیس نسبت مهاجران تقریبا هر ماه رسانه‌ای می شود. مولا رجب یوسفی، امرالدین علیموف، آزادی دوشنبه. аз худ ҳиммат нишон дод ва дарҳол подош гирифт. як сокини вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки солҳои зиёд дар бозори марказии шаҳри хорух аробакашӣ мекунад ба як рамзи саховатмандӣ табдил ёфт. шорухи 43 сола ҳар рӯз барои дарёфти пули ночиз аз ноҳияи шуғнон чандин километрро тай кардаву ба бозор барои кашондани бори муштариёни бозор меояд. айна ароба қати асари то бега кор мекунам ду нон мегирамешам мерам пеш хотам якҷоя мехӯрем. охири ҳафтаи гузашта дар 83-юмин зодрӯзи пешвои исмоилёни ҷаҳон барои муштариён ройгон хизмат расонд. ӯро бо аробааш ки тамғаи бепул часпонда шуда буд шоҳидони бозор акс гирифта дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштанд. ин акс дар они воҳид аз сӯи даҳҳо корбарон бознашр шудаву ҳиммати баланди ӯро таҳсин хонданд. шорух мегӯяд чунин вокуниш барояш ғайричашмдошт буд. ман интизор набудам, лекин аз ӯ раҳмаду бачаҳое ки хеле ёрдамар карданд. бояд гуфт ҳамон рӯз шорух бо дасти холӣ ба манзилаш барнагашт, зеро корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ на танҳо амали ин аробакаши оддиро тавсиф карданд, балки барояш сурат ҳисоб боз кардаву маблағ ҳам фиристоданд. рӯзи 15 декабр баъди паёмҳои танқидии истораи футболи дастаи арсенали Лондон Масъуд Озил дар бораи азияти мусулмонони уйғуртабор дар Чин, телевизиони давлатии Чин CCTV аз намоиши қувваозмоии Арсенал бо дастаи Манчестер Сити худдорӣ кард. Искандари Хоҷамирзода тафсилот медиҳад. ба назар мерасад ки як изҳороти футболбози дастаи арсенали Лондон Масъуд Озил боиси тӯфон дар Чин шудааст. охири ҳафтаи гузашта дар як паёме дур аз майдони футбол Озил сиёсати Чин дар муқобили мусулмонони уйғуртаборро танқид кард. дар пайи он телевизиони CCTV ин кишвар иброз дошт ки рӯзи якшанбе ин шабака қувваозмоии Арсенал бар зидди Манчестер Ситиро намоиш намедиҳад. Озил дар шабакаи Инстаграм уйғурҳои Чинро муҷоҳидони муқовиматкунанда ба шиканҷа унвон дода афзудааст ки аз онҳо пуштибонӣ мекунад. дастаи Арсенал фавран изҳороте пахш намуда таъкид кард ки ақидаи Озил фикри шахсии ӯ буда бо дастаи футбол ҳеҷ иртиботе надорад. Арсенал илова кард ки усулан ба сиёсат дахолат намекунад. дар Туркия бошад изҳороти Озил ба таври мусбат арзёбӣ шуд. баъди чанд соати нашри он дар Истанбул раҳпаймоии уйғурҳои маҳаллӣ бо аксҳои Озил доир шуд ки дар он сиёсати Чин дар қиболи мусулмонон ва ба вижа боздошти даҳҳо ҳазор мусулмони вилояти Шинҷон танқид шуд. Чин ин боздоштгоҳҳоро урдугоҳи тарбияи дубора ва боздоштшудаҳоро студент ё худ донишҷӯй меномад.
کارشناسان سازمان ملل اصرار می‌ورزند که از 1 تا 2 میلیون مسلمان شینجان در همین وضع ناگوار قرار دارند و حقوق آنها پایمال می شود. ولی چین عیبنامه‌های بدرفتاری را رد نموده تاکید می‌کند که این اقدام بخشی از مبارزه با تروریسم میباشد. بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین مطلب پایان میبریم. تا ملاقات بعدی شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخوانید. اگر میخواهید گزارش روز و جالب رو تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. من باشم صبح بر وقت فردا شما رو در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا آن دم خدا نگهدار.